سرخط خبرها. تاکید ایران بر ضرورت گفتگو با افغانستان. وزیر خارجه ایران واقعیت دولت مستقر در کابل را غیر قابل انکار دانست. دولت موجود در افغانستان باید گفتگو بکنیم که بتونیم این چالش ها رو مدیریت بکنیم. تلاش پاکستان به بهبود روابط با افغانستان. اسحاق دار از سخنان سراج الدین حقانی مبنی بر مسئول بودن خاک افغانستان علیه دیگر کشورها قدردانی کرد. دوی باید افغانستان څخه لري واټن ونیسي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ونکړي. واکنش وزارت مالیه در مورد تأخیر معاش کارمندان دولتی. سخنگوی این وزارت گزارش‌ها در این مورد را بی‌اساس دانست. و احتمال رویارویی اسرائیل و ایران. رئیس جمهور ایران میگوید که پاسخ کشورش به حملات احتمالی قاطع‌تر خواهد بود. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 7 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 28 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر ضرورت گفتگو با حکومت فعلی افغانستان تاکید کرد. او در نشست در مسکو واقعیت دولت مستقر در کابل را غیر قابل انکار دانست. گزارش از نستر امیری. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست با دانشجویان یکی از دانشگاه‌ها در مسکو بر ضرورت گفتگو با حکومت فعلی افغانستان تاکید کرد. با واقعیت دولت مستقر در افغانستان را غیر قابل انکار دانست و با اشاره به چالش‌ها از جمله امنیت مرزها، مسائل آبی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت گفت که گفتگو با طرف حاکم برای مدیریت این مسائل ضروری است. چالش‌های زیادی هم بین ما و افغانستان وجود داره. ما هم بحث امنیت داریم، امنیت مرزهامون هست، امنیت تجارتمون هست، بحث آب هست، بحث مواد مخدر هست، بحث مهاجرت هست و ما ناچارن با دولت موجود در افغانستان باید گفتگو بکنیم که بتونیم این چالش ها رو مدیریت بکنیم. آقای عراقچی همچنین اظهار کرد که کشورش هنوز حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما خاطر نشان نمود که تهران به این باور است که همه مردم افغانستان باید حق تعیین سرنوشت خود را در چارچوب یک حکومت فراگیر داشته باشند. با این حال عراقچی تصریح کرد که ایران برای حفظ ثبات منطقه و تامین منافع دو ملت مسیر گفتگو و تعامل با حکومت افغانستان را همچنان ادامه می‌دهد. ما هنوز دولت موجود در افغانستان رو شناسایی نکردیم و معتقد هستیم که باید در افغانستان همه مردم حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن در قالب حکومت، ولی به گفتگوهای خودمون با دولت افغانستان ادامه میدیم. در همین راستا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با یکی از رسانه‌های ایرانی گفت روابط تهران با کشورهای همسایه از جمله افغانستان بهبود یافته و همکاری با افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس از محورهای کلیدی سیاست خارجی ایران است. روابط ایران و افغانستان در حال حاضر بسیار عملگرایانه، پایدار و رو به تعمق هستند. تجارت دو جانبه رشد کردند، تماس‌های سطح بالا ادامه دارند و هر دو طرف هم از تشدید تنش پرهیز می‌کند. ایران به رسمیت شناختن رسمی را به حال یا پیشرفت چشمگیر در پرونده‌های حساسی اونمو بخشی که پیشتر یادآوری کردیم مشروط کردم. امارت اسلامی نیز در پی اظهارات مقام‌های ایرانی اعلام کرد که کابل خواهان گسترش روابط دوجانبه با تهران و سایر کشورهای منطقه بوده و از آنان خواسته است که واقعیت‌های افغانستان را از نزدیک مشاهده و تعامل مثبت و سازنده با این کشور داشته باشند. موږ له ایران او نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د مهال هم ښې اړیکې لرو. د افغانستان اسلامي امارت هوډ لري له ایران او نورو هیوادونو سره خپل هررخیزه اړیکې پراخه کړي. گفتنی است که پیشتر وزیر خارجه ایران در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه بر جایگاه ویژه افغانستان به دلیل موقعیت ارتباطیش میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تاکید کرد و افزود که ثبات و توسعه این کشور یک ضرورت راهبردی است و امنیت آن بر منافع همسایگان اثر مستقیم دارد.
اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از فتوای اخیر علمای دینی افغانستان مبنی بر تحریم جنگ فراتر از مرزهای کشور استقبال کرد. او همچنین از سخنان وزیر داخلی امارت اسلامی که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت نیز قدردانی نمود. اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری از فتوای اخیر علمای دینی افغانستان مبنی بر حرمت جنگ فراتر از مرزهای این کشور استقبال کرده است و همچنین از سخنان وزیر داخلی امارت اسلامی که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت قدردانی کرد. اسحاق دار همچنان گفته است که اسلام آباد نیت خیر نسبت به افغانستان دارد و تنها خواستش این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود و ابراز امیدواری کرد که این اظهارات به کاهش تنش‌ها و حل مشکلات موجود میان دو کشور کمک خواهد کرد. آنان فتوا صادر کردند که سرزمین ما بدون آنکه از کشور نام ببرند و پاکستان نیز شامل آن می شود علیه هیچ کشور دیگری برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نخواهد شد. آقای حقانی نیز ظاهراً بیانیه‌ای در همین چارچوب صادر کرده که ما نیز به آن متحد هستیم. دار همچنان در بخش از سخنانش با اشاره به نشست‌هایی که میان دو کشور از سوی کشورهای میانجی برگزار شده بود تایید کرده است که دیدار مذاکره کنندگان اسلام آباد و کابل در ریاض نیز همانند نشست‌های دوحه و استانبول هیچ نتیجه مثبت نداشت. نشست عربستان سعودی نیز همانند قطر و ترکیه به هیچ نتیجه منطقی نرسیده است. من باور دارم که اگر آنها به گونه جدی بر همان نکته‌ای که در چند فتوا و همچنان در اظهارات سراج‌الدین حقانی آمده است عمل کنند، تا 2 تا 4 هفته یک تفاوت قابل مشاهده و آشکار دیده می شود. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی با اشاره به روابط منطقه به ویژه با پاکستان تاکید میکنند که کشورهای منطقه نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. به باور آنان در صورتی که این کشورها خواهان همکاری واقعی با افغانستان هستند باید گام‌های عملی در رسمیت شناسی امارت اسلامی بردارند. دغه هیوادو همدغه سیاسونو د ګاونډۍ په شمول زموږ د ولس او د هیواد سره ډېر ناروا جنایتونه ترسره کړي دي. که دوی غواړي چې افغان ولس او افغانستان په سوله امنیت کې ژوند وکړي دوی باید د افغانستان څخه لرې واټن ونیسي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي. این در حال است که مقامات امارت اسلامی همواره تاکید کرده که از خاک افغانستان هیچ گونه تهدید متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود و امارت اسلامی خواستار تعامل سازنده با کشورها است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت مالیه میگوید که گزارش‌ها مبنی بر تأخیر در پرداخت معاش کارمندان دولتی نادرست است. او میگوید که وزارت مالیه بدون هیچ مشکل به گونه کامل آمادگی دارد به مجرد دریافت گزارش‌های معاشات از تمامی ادارات حکومتی معاش کارمندان را حواله کند. سخنگوی وزارت مالیه همچنین اطمینان داد که روند طی مراحل پرداخت معاشات به گونه عادی ادامه دارد و معاش کارمندان هفته آینده پرداخت خواهد شد. وزارت مالیه بدون هیچ گونه مشکلی به طور کامل آمادگی دارد تا با محض دریافت گزارش‌های معاشات از تمامی ادارات معاش‌هایشان را حواله نماید. وزارت مالیه یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که روند طی مراحل پرداخت معاشات به گونه عادی ادامه دارد و با دریافت گزارش‌های معاشات همه ادارات معاش‌های آنها در آغاز هفته آینده حواله خواهد شد. و در ادامه همچند خبر کوتاه از جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرده که کشورش در جنگ تمام عیار با امریکا، اسرائیل و اروپا قرار دارد. پزشکیان در گفتگوی این جنگ را بدتر از جنگ 8 ساله عراق با ایران دانسته است. رئیس جمهور ایران در بخشی از سخنانش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل انتقاد کرده و درباره احتمالی از سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل نیز نگرانی کرده است. او در ادامه تاکید کرده که در صورت حمله مجدد اسرائیل به ایران پاسخ کشورش قاطع تر خواهد بود. وزارت صحت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده که شمار جانباختگان غزه از اثر حملات ارتش اسرائیل به بیش از 71,000 تن رسیده است. این وزارت اعلام کرده در نتیجه حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون 71,266 تن جان باختند. این نهاد صحی فلسطینی همچنین شمار کل زخمی های حملات اسرائیل به نوار غزه را 171,219 تن اعلام کرده است. وزارت صحت غزه همچنین گفته که از زمان تامین آتشبس در این بارکه تا کنون 414 فلسطینی جان باختند و 1142 تن دیگر زخمی شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با فرماندهان گروه نیروهای مشترک هشدار داد که با وجود ارائه شرایط منطقی و معقول برای پایان جنگ اوکراین، مقام‌های کیف تمایل به پایان دادن به این جنگ ندارند. او تاکید کرد که اگر مقام‌های اوکراینی راه حل بحران را از طریق گفتگو دنبال نکنند، مسکو ناچار خواهد شد اهداف خود را با استفاده از زور تحقق بخشد. این هشدار در حال مطرح می شود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است در روزهای نزدیک با همتای آمریکایی خود درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا دیدار و گفتگو کند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.